اینجا یک دری امید برای ده‌ها زن افغانستانی است که در تاجیکستان پناه جستند. آنها در اینجا مشورت‌های سودمند، درس‌های رسامی و موسیقی و آرایشگری می‌گیرند. هدیه سادات هم پناهنده است، ولی با یک اقدام خود توانست به ده‌ها همتای خود نیرو دهد. وی دانش‌های روانشناسی خود را به کار انداخت. شکیلا محمدی یکی از آنهاست که افسردگیش را اینجا تبابت می‌کند. هم درس روانشناسی می‌گیرد و هم بدنسازی. به گفته او این مرکز توانسته راهی برون رفت از افسردگی و بیکاری مهاجران را فراهم کند. کسانی که در اینجا مهاجر هستند، به خصوص خانم‌های مهاجر در اینجا بسیار استرس دارند، از لحاظ خانوادگی، از لحاظ بیرونی، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی فشارهای روحی روانی دارند. ما در اینجا به خاطر این میاییم که بتانیم امون استرس ها، امون تشویش هایی که در دل ما هست، در ذهن ما هست و همیشه باش سر و کار داریم و ما را با مشکل مواجه ساخته، او را رفع بسازیم و از بین ببریم. روانشناس هدیه سادات از این خوشحال است که توانسته برای هموطنانش که روزهای سخت و مصیبت‌های زیادی را پشت سر کردند کار انجام دهد. و تمام هدف ما همی است که خانمایی که در اینجا میاین وقتی که از اینجا میبراین فکر راحت داشته باشن و از استرس ها، از مشکلاتشان کمک که شده بتونیم سبکتر بسازیم، چی از نظر جسمی چی از نظر روحی. مرکز آموزشی اوریانا در شهر وحدت برای افغانستانی‌های مقیم تاجیکستان تأسیس یافته تدریجاً گسترش پیدا کرد و درهای خود را برای ساکنان محلی نیز باز نمود. 200-300 نفر ما شاگرد تاجیک داریم که دیگه از منطقه‌های دوردست وحدت میان که در خود وحدت مرکز نمی باشند به اینجا میآیند. مهاجران افغانستانی میگویند مرکز را با کمک مالی پناهندگان تأسیس داده و از همین حساب مبلغ اجاره و معاش آموزگاران را پرداخت میکنند. حالا اینجا نزدیک 20 آموزگار کار میکند و مؤسسان این مرکز امید دارند با پیدا شدن سرپرست مشکل اقتصادی مرکز را حل کنند. در صدد هزینه هستیم که از هر راهی که شود به نه تنها مردم خود به همه جامعه خدمت برسانیم و اگر کسی بخواهد که کمک کنم و با خوش میپذیریم. تأسیس چنین یک مرکز آموزشی برای پناهندگان سن و سال گوناگون در حال است که بعد از سر قدرت آمدن طالبان یک قسمی از افغانستانی ها به تاجیکستان فرار کردند. حالا اکثر این پناهنده ها در شهر وحدت زندگی می کنند و برای بهتر کردن وضع خود تشبثکاری ها می کنند، اما خود به کمک های مادی و معنوی نیاز دارند. سروین روح‌الله، نگار فضل‌الدین، آزادی، شهر وحدت.